دستی زرافشان شهرمان در دور نوبتی چمپیونات لیگ دوی مملکت با دستی پختکار ناحیه جبار رسولوف که حال پیشرفت میباشد دیدار انجام داد. بازی از دقیقه اول تیز و تند متشکلانه آغاز یافت. فوتبالبازان کوشش زیاد به خرج میدادند که اولین شوت حساب را کشند. وقتی بازی در دقیقه 34 قسم اول به مهمانان نصیب کرد و آنها حساب را کشادند. قسم اولی بازی با همین نتیجه به آخر رسید. هرچند که فوتبالبازان پنجگنتی چند لحظه خوب گلزنی را استفاده برده نتوانستند. در فاصله بین تنفس با یک از سابقه‌داران بازی فوتبال استاد ورزش نیمه‌جان کاملوف مصاحبه شدیم. من قسم یکمی بازی هم از خاتمه یافت. مهمانان پیش بگذاشتند. یک گل ناگهانی همخیل شد که کلا کجا همخیل زد. خب بعد نه بچه‌های خودم هم نقض بازی کردیم. چه نباشد با بچه‌هامو تجربه‌شون هست. این حالی قسم دوم گشت به همه شدنش ممکن حالی تغییر شدنش ممکن حساب بازی. اگر سال حرکت کنند اگر بریدنشون ممکن. اون خطر بچه‌های ما اونو سستی‌هاشون نگم معلوم نه. خب قریب برابر تکنیک بچه‌ها نقص فقط همین دو طرف قنات بسیارتر بازی کردن است. همین یکم قسم به همگی یک بار همین طرف چپ رخنه کرده بروندن دیگه همین دیده نشده است. همه که بودنش در کار خب بچه‌ها یک دیگر میفهمن بسیارتر بعد یک دیگر به تو به دوده گرفتن نکنه. میگوید که بازی باید کامبیناسیونی و پوزیشنی باشه. چیز دیده نشده است هم میدون به. بچه‌ها یک بار تو به میتیان اونجا دوم بار به گرفتن نمیشه. اقلا 4-5 مرتبه اگر همه که پیداش شود اگر بسیار نرم میشه. و همین گفتنی هستم که همین میبید استادیوم با که یک اونتو بازی تماشا کنید یک استراحت کنید. بالشکوی من بسیار باد. همین تابع آدم خیره میکنن. داشتم میتیان وای میکنن این من فکر میکنم که همونو یگان تش بازی کردگی فوتبال. برای اینکه وقتی که بازی میکند فوتبال میدان به در آمده و آدم خودش میدونه چیه. بازی این بیرون بسیار یاد میتونن بسیار گپ میزنن. اینکه درونی پول باید درونی میدان با این بازی کردن هر کس نمیتونه. یعنی که همه فرهنگ بعضی مخلصان نهایت بعد است که طبیعی آدم خیره میکنن. انجکن مدنیتش نهایت بلند بودنش در کار. روحان هم پسیکولوژیش که تیار بودن در کار باید پول بروندن به فقط بازی کردن در کار. گپای بیهوده زدن در کار نه. همین کلا هم فقط بازی کردن در کار. قسم دوم بازی هم کوشش فوتبالبازان برای تغییر دادن حساب زیاد به نظر رسید. برابر این لحظه‌های قاعده بیان کنی و در بعضی لحظه‌ها دغلی از معیار زیادی فوتبالبازان پختکار مشاهده گردیده باشد هم ولی داور این لحظه‌ها را نادیده می‌گرفت که این البته سبب قانونشکنی زیاد از هر دو طرف می‌گردید. و نهایت در یک از هجوم‌ها فوتبالبازان پنجگنتی توپ عالی‌جناب را وارد دروازه مهمانان نموده باشند هم ولی داور آن را به حساب نگرفت و تنها بعد دخالت داوری طرف راست میدان مجبور شد که دروازه پختکار را رخنه شده حسابد. همینطور بازی در لحظه‌های اول زیبا و بعداً بنابر دغلی‌ها دلبزن با حساب 2 رنگ 1-1 انجام یافت.